چند لحظه دیگر چمپیونات آسیا اوید با کورش رسما در شهر دوشنبه افتتاح خواهد شد و مسئله مهم این است که این مسابقه در سطح عالی برگزار شود. اما مهمتر از این دستاورد 13 نفر معرفگران ملتی ما است که 7 مرد و 6 زن چه نتیجه به دست می آورند. مراسم رسمی افتتاحی چمپیونات آسیا اوید با کورش در سال 2022 در تالار با حشمت قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی شهر دوشنبه برگزار شد. در این مراسم نمایندگان اساسیاسیون بین المللی کورش، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و کمیته کار با جوانان و ورزش اشتراک داشته به نوبت ورزشگران و هیئت‌های کشورهای شرکت کننده را خیر مقدم گفتند و به هر کدام از آنها آرزوی موفقیت نمودند. همینطور بعد از سخنرانی تبرزاده جمشید افضل معاون اول رئیس شهر دوشنبه رسما چمپیونات آسیا اوید با کورش را کشاده اعلام کرد. پس از انجام مراسم رسمی افتتاحیه ورزشگران کشورها به میدان رقابت برآمده در دو گیلم با هم نیرو سنجیدند. در این مسابقه اکثر دسته ها در کنار هیئت مردان خود همچنان بانوان را نیز به این مسابقه آورده بودند. در مجموع ورزشگران رشته کورش از 25 کشور جهت شرکت در 11مین چمپیونات آسیا اوید با کورش به تاجیکستان سفربر شده بودند. ضمناً میتوان اشاره کرد که در بین اشتراکچیان مسابقه مذکور تعداد زیادی از ورزشگران معروف این رشته که صاحب عنوان‌های قهرمانی در مسابقه‌های سطح جهانی، بازی‌های آسیایی، قاروی و بین‌المللی حضور داشتند. با گفته یکی از مسئولان اساسیاسیون بین المللی کورش، فرستادن بهترین ها به این چمپیونات سبب خود را دارد. مراتب اول اینجا سال 2016 آمده بودند. خیلی سرزمینی زیباست و مردمانش مهمان نواز هستند. ما برای این مسابقه بهترین های خود را سفربر کرده ایم، چون که این امکانات خوبی تیار شدن به مسابقه نوبتی آسیا می باشد. البته به اینجا بهترین ها آمدند و ما شاهد رقابت های بهترین ورزشکاران کورش آسیا شده ایستاده ایم. در مورد تاجیکستان باز این را گفتنی هستم که کشور شما امکانات های برگزاری چمپیونات های آسیا و جهانی را داراست و گشتین ملی شما هم خیلی محبوب است. تیم ما حتما بعد چمپیونات آسیا اوید با کورش در سومین مسابقه بین المللی اوید با گشتین ملی اشتراک خواهد کرد. در روز اول مسابقه بانوان در 3 وزن یعنی وزن‌های تا 52 کیلوگرم تا 70 کیلوگرم و تا 87 کیلوگرم و میان مردان در وزن‌های تا 66 کیلوگرم تا 81 کیلوگرم تا 90 کیلوگرم و تا 100 کیلوگرم اندر میدان رقابت شدند. در میان ورزشکاران تاجیک که امروز بسیار خوب درخشیدند، داداخان عبداللهیف پهلوان نامدار تاجیک در وزن به اضافه 100 کیلوگرم بود که نیروسنجی کرده از صدی حریفان خود گذشت. همچنین حق نظرов پهلوان دیگری تاجیک نیز در دورهای گوناگون این نیروسنجی ها توانست حریفانش را شکست داده تا به فینال این وزن برآید و در هر صورت برای کشور ما اولین مدال را به ارمغان می آورد.